سلام دوستان عزیز، با شما هستم شادروز کامل. امروز پس از درخواست‌های زیادی تماشاچیان ما تصمیم گرفتیم درباره یکی از چهره‌های شناخته سینمای جهانی الیز سر که همگان آن را در تاجیکستان با فیلم حامیان با نام ملکه میشناسند معلومات مفصل دهیم. شاید نام الیز سر برای بینندگان ما ناشناس نماید، ولی ملکه را مردم از سلسله فیلم ترکی حامیان خیلی خوب میشناسند. الیز همان ملکه زیبای جسور است که خرد و کلان دوستش می‌دارند. هر اون فلاکتی که به سرت آمده بود سببش من بودم. دروغ گفتم، فریب دادم. تو رو آنقدر نابینا کرده بودم که جانی خود را برای من شده به خطر گذاشتی. این زیباسان 30 می سال 1978 در گرمانیا به دنیا آمده است. والدانش اصلا ترک نژادند، ولی با سبب مدلر بودن پدرش بعدتر عائله آنها به اروپا کوشیده است. الیز دانشگاه با نفوذ مرمره را در بخش توریسم ختم نموده بود، ولی تقدیر این دخترک فرشته روی هنرمند را به پیراهای دیگر برد. در اروپا زندگی شاهانه داشته باشند هم دلی الیز از زبان کودکی با یاد دیار اجدادیش گم میزد. شوق دیدار وطن چنان در قلب کوچکش علنگه میزد که دخترک آرام و قرارش را گم کرده بود و به جان و حال پدرش نمانده مجبور مینمود که به انقره به عیادت بیبی و بابایش بروند. از بس که الیز دختر یگانه‌شان بود، والدان خواهشش را رد نکرده رختی سفر به ترکیه بست. اما خویشاوندان پدرش در ساحه کینو کار و فعالیت داشتند و محض همین چیز تقدیر الیز نازنین را به سینمای ترک پیوست. کینورژیسوران مشهور ترک در یک ضیافت خاصه که در خانه عمکش به مناسبت به ترکیه آمدن آنها برگزار گشته بود، قد و قامت موزون زیباسنمی از اروپا به مهمانی آمده را دیده مفتون حسن و جمالش گشت. این کینوسازان در بخش سینما الکی گرگ باران دیده بودند و در حال احساس نمودند که پیدا شدن چنین فرشته در اکران کینو دل میلیون ها مخلصان سینما را تسخیر خواهد کرد. افسوس که در پس چهره فرشته شیطان نهان بوده است. ظاهرت فرشته و باطنت شیطان. خیر نباشد چرا انتظاری؟ زودتر مرا کش. از این خاطر از پدرش ارتان خواهش نمودند که برای در یک فیلم نوشان نقش بازیدن الیز اجازت دهد. الیز یک مدت همراه خویشاوندان پدرش در کینو فعالیت نموده چنان به کسب اکتوری محبت پیدا کرد که دیگر هوش و خیالش تنها به سینما بند بود. نقش‌های می‌آفریده‌اش چندان کلان نباشد هم دخترک تمام مهارتش را صرف کرده ابرازها را بسیار مؤثر می‌آفرید. هنری اصیل و دلی سرشار مهر و محبت این پرچهره از نظر کارمندان تئاتر پنهان نماند و الیز نازنین را به تئاتر دولتی ترکیه به کار دعوت نمودند. در تئاتر نیز زیباسان با آفریدن نقش‌های جذاب تماشابینان را به وجد آورده با مهارت بودنش را ثابت نمود. ارتن بسیار کوشش کرده باشد هم دختر نازپرورده‌اش را به اروپا برده نتوانست، چونکه در سرزمین باباگیش ترکیه با امر تقدیر در شهرت برای الیز بازگشته الکی رشته تقدیر زیباسان هنرمند را یک عمر با وطن پیوسته بود. نقش دختر جسور ملکه را بسیار طبیعی و مؤثر آفریده این زیباسان به ملکه آرزوهای میلیون ها میلیون آدمان در گوشه و کنارهای گوناگون عالم مبدل گشت. حادثه‌های سریال حامیان بسیار تیز و تند صورت می‌گیرند، ولی لحظه از همه پرسوزش سرنوشت عشق ملکه و یگیت است. یگیت به دختر دشمن جانیش ملکه عاشق می‌شود و عروسش را با دوستان جانیش از جمله نجیب سردار شناس می‌کند. ملکه باید با امر پدرش که یکی از دشمنان جانی یگیت به شمار می‌رفت این جوان شیردل را می‌کشت، ولی به جای این وی به یگیت دل بست و عاشق گردید. ملکه پیشتر در مکتب تروریستی تحصیل کرده باری نخست در عمرش در بین دو راه تقدیر مانده بود. چی از کشتنی من ترسیده ایستاده یگید؟ ترسیده ایستاده زیر کن، کش مرا. بالاخره عشق یگیت بر محبت فرزندی این نازنین نسبت پدر جنایتکارش غالب می‌آید و ملکه در خانه نجیب سردار همراه عاشقش ماند. سردارم فاتحه را مانده میآیم. الیز سر را بدخوانش فاحشه مینامند. سبب پهن گشتن چنین آوازه اسنادآور رولکی 15 دقیقه است که در آن یک خانمی به الیز مانند با مردی کلانسال عشق ورزی میکند. عکس‌های اوریان را از این رولک در گازیتا چاپ کرده ژورنالیستان الیز را قریب خانواده مینامودند. زیباسنمی به تهمت گرفتار شده را از یک طرف رشک شوهرش عذاب میداد، از سوی دیگر علمی بدنامی. الیز قسم میخورد که زنی در آن رولک تصویر یافته نه وی بلکه خانم دیگری به او شباهت داشته است، ولی به وی باور نمیکردند. دشمنانش این رولک را پس از دپوتات شدن الیز سر مخصوص ساخته بودند تا این نازنین مشهور خوشبخت را شرمنده سازند، ولی به مقصد نرسیدند. حقیقت پس از چند روی آب برآمد و ساخته بودن این رولک فاش گشته بدخواهانش شرمسار گردیدند. شهرت الیز باز هم بالاتر رفت.
امروز باشد زندگی الیز و شوهرش تولگا با یک صمیمیت محبتی خاصه دوام دارد. تو را مسخره میکردیم، با تو بازی میکردیم. گپ نزن گفتم، گپ نزن. خوش مرا، خوش. خاموش است. خاموش. خاموش. پرون. دوستان عزیز، این بود معلومات مفصل درباره یکی از چهره‌های شناخته سینمای جهان. باز که را می‌خواهید درباره‌اش معلومات پیدا کنید، در زیر نوار نویسید. ما با شما در کوتاه‌ترین فرصت پیشنهاد می‌سازیم.